در اینجا باشه اوچه ما چی ورده نانی تندری نه نانای اوچگی را کیاد که دوستانی عزیز نمی خیلی یک 4 تا نان آورده بود 2 تا چپاتی نمی خیلی دوستانی عزیز نانی اوچگی بده قند قنفی تو واش خیلی همه هسته همه وقت نانی اوچگی با دیگه اینه خیلی روز بخیر دوستان عزیز امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید امیدوارم که ما هم شکرانه خدا سازیم خوبیم و در اینجا باشد ویدیو را اینجا سر میکنیم اینجا کم ترک دملمه میکنیم امروز مهمان داریم برای مو کم ترک دملمه میکنیم خیلی یکم خیلی گوشتو رو ماندم یازی خنکه بعد پیاز میمونم هر کس هر خیل میکنم من خیل میکنم فقط بعد سوزی میمونم بعد کارتوشکا خیلی کارتوشکا را میمونیم بعد کم ترگای بولوش نمک переправу میزنیم با رحمت دوستان عزیز که با ما هستید ما رو دستگیری میکنید در کامنتر یک پای خود بنویسید از همه منت دارم پامیدورش هم میاندازیم دوستان عزیز برگلی را خیلی میاندازیم کتا کتا اینم خیلی قریبی آخرش تا کپوستا را کلان کلان میمونیم بعد زیلین میمونم مالکای چسنوک موندگیم بعد زیلین میمونم چی میپوشانم شبا پولنی دوستان عزیز در آخر باشد نمی خیلی یک استکان همی او میاندازم بعد روش محکم میکنم که یک قریب 1 ساعت بریم بجوشه شروع با یک بار دیگه بعد میبینیم شه عزیز قریب که تیار شده هاورش زده است قریب که تیار شده یک 10 منت دیگه میسته بعد میکشیم شه کپوستش الکای ملایم شده خیلی سلات کردیم کم ترک با دلی خمون بعد اوقاتم شده نک میکشم دوستانی عزیز چه خیلی نشان داده بودم منم خیلی پخته میگیریم او سفریزه میسوزی میکشیم شروع کنیم این خیلی چه خیلی که دیده است کارتشکاش چه خیلی مولوی ما که خشور شده این خیلی آب رو ورده دوستان عزیز اینم خیلی مولوی ما تیار شد کم ترک گشنیج میپوشیم شه وزی این خیلی گشنیج میزنیم با ما اشتیایتم با شما اشتیایتم اینم خیلی دوستان عزیز تیار شد خوراک ما دوستان عزیز در اینجا باشه مهمانای ما اوچه جان قطعی داده هم خواهرم آمدگیم مگزین میریم باید سخارکای تاجیکسکی زواشمون بریم اینجا باشه محصولات های سلات یه رو زنگی را گرفتم و با سلات میکنم همون سلات را میکنم کسی که ندیده یه بار دیگه ببینید بعد
دوستان عزیز در اینجا باشه چه خیلی گفتم همون سالات تیار میکنم. کسانی که ندیدگن مرحمت با ما باشید تا آخری ویدیو. در اینجا باشه نمی کپوستا نخل مای دکه ریزه میکنیم تنه خیلی سالات با مزه تیار کرده بودم یک دو روز پیش. با خواستم تیار کنم. این دفعه نکیم خیموق نه خیلی مغازینی گرفتم. که نمیدونم چه خیلی میشه 45% نشون داده است که نمیدونم چه خیلی میشه. نکیم خیموق خانگی کردی خیلی با مزه بود. این هم با مزه بودگی است. اینم خیلی مایده که ریزه میکنیم و رحمت دوستانی عزیز که با ما هستید ما رو دستگیری میکنید در کامنتاری گپای خوب مینویسید. از همتون منت دارم. اینم خیلی برای سالات برای مادر جانم تیار میکنیم. دیگه خیلی سالات نیو با مایونز نیو با قیمق مغز بینوچم برای همو تیار میکنیم. ازی خیلی ریزه میکنیم. کسانی که ندیده دوستان عزیز چه خیلی که گفتم اینجا کم ترک نمک میکنیم و نیم خیلی به دستمون سخت ترک میکنیم که میام ملایم ترک شوه نمی کپوستا. نیم خیلی این دفعه بسیار ترک دستن گوشت هم بسیار ترک گرفتگیم محصولات را کم ترک بسیار ترک گرفتگیم. نیم خیلی کم ترک نمک کرده نیم خیلی یک جویه میکنیم. نیم خیلی دوستان عزیز گرفتم ریزه میکنیم مرغم با مثل همو چی کپوست بگیم. نیم خیلی ریزه میکنیم. اینجا فریزه پیش ما اصلا رفته است. دوستان عزیز انم خیلی همشه یک جایه کدام من خیموق می اندازم. این خیموق راستی نمیدونم خیلی خیموق راستیست که سوزه می اندازم شه. بعد چی میکنم خیموق ایرانی نداشته ایرانی خشروه می اندازم با یک جایه میکنم شه نغزکه. خیموقش چه خیلی گفتم خیموقش بسیار باشه با مزه برای می خیموق چند قیاسته می اندازم 400 گرمه می اندازم همشه 350 و یک جویه میکنم نغزه که همشه و ای بالاش سخاری که میچوشم میمونم. دوستان عزیز انم خیلی همشه یک جویه کدوم ای بالاش سخاری موندم در وقت کشیدم و سخاری کم در لاریچک ها میمونم برای چی که سخاری که یک جویه کدیم بایدم خیلی میموندم نموندم یک جویه کدم تا وقت خوردن سخاریکش کمتر ملایم شد برای همین خیلی سخته خشروه. من خیلی میسته در اینجا ویدیو رو با پایان میرسانم تا ویدیوی آینده در پناه خدا باشه. خدا نگهدار هر یکی ما و شما باشد. خیر دوستان عزیز.